امروز متاسفانه زن چیزی از حق شوهر نمیداند. اسرار شوهر پیش مردم فاش است. چه ارتباطی که زن با شوهر خود دارد به پیش پدرش، به پیش مادرش، به پیش خویشش، به پیش اقربایش، به همسایش وقتی می نشیند تمام شکایت از شوهر است. صفت دوم را قرآن بیان می کند. زنان صالحه قانتات هستند، حافظات للغیب، اسرار شوهر خود را می پوشند، به شوهر خود خیانت نمی کنند. تعلقی که با شوهر دارن خیانت نمی کنند. کدام ارتباطی که شب با شوهر دارن اون را روز به مردم نمی گویند. مردان نیک کدام تعلقی که با زن خود دارن اسرار زن خود را فاش نمی کنند. امروز زن پیش پدر خود، پیش مادر خود می رود، تمام سیر و پیازی که از شوهرش به پیش پدر و مادرش بازگو می کند. شوهر من زنک باز است، شوهر من دزد است، شوهر من قمارباز است، شوهر من فلان است، شوهر من فلان